سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیوی من. همونطور که دیدید حالم اصلا خوب نبود. تصمیم گرفتم بلند شم، روتین پوستی انجام بدم بلکه حالم خوب شه. صورتم رو شستم، بعد خشکش کردم. واقعا نمیدونم چم بود، اصلا حال درست درمونی نداشتم. همش رو فاز گریه بودم و واقعا اینکه تصمیم گرفتم روتین پوستی انجام بدم واقعا تصمیم خوبی بود. یعنی واقعا اگه یه تصمیم درست تو زندگیم گرفته باشم همین بود. و اینکه میبینید دیگه ماسک گذاشتم، پیراهنی که دوست داشتم رو پوشیدم. حالا همینجور که میبینید دیگه کم کم آهنگام شاد شدن و منم دیگه دارم باهاشون میخونم. آهنگا رو عوض نکردم، گوشم همون آهنگ بکش بمونه. میبینید که دیگه کم کم شادش کردیم و خودمونم شاد شدیم. یعنی رندوم آهنگا میومد، منم دیگه الان تو گویم باهاش خوب شده بود و داشتم باهاش تابسمش میگرفتم. مثلا شروع کردیم به ماساژ دادن صورت. و بچه ها یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این که اینجا ما دخترها باید خودمون رو خوب کنیم و اینکه واقعا نباید انتظار داشته باشیم که کس دیگه بیاد و دلیل حال خوب ما باشه. و یه چیز دیگه دخترها، هر وقت حالتون بد بود خودتون دنبال سرگرم کردن خودتون باشید. میدونم واقعا گاهی آدم حوصله کاریو نداره، اما باید ببینی به چی علاقه داری. به آشپزی، به نقاشی، به هر کاری که علاقه داری برو دنبالش و سر خودتو گرم کن. قول میدم حالت خوب میشه.